پیغمبر است، پیغمبرش بهترین عالم است. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هرگز صدقه از مال کم نمی کند و یقینا خداوند در برابر گذشت بنده اش عزت او را زیاد می کند و هر بنده ای که به خاطر رضای خداوند تواضع کند، یعنی فروتنی و شکست حالی نشان دهد و متکبری نکند، خداوند عزوجل مقام و مرتبه او را بلند می گرداند. روایت مسلم. البته صدقه دادن در مال انسان نقص و کمی را نمی آورد، بلکه خداوند به سبب صدقه دادن مال انسان را زیاد می کند و در آن برکت می دهد و همچنین فروتنی و شکست حالی قدر و منزلت انسان را پس نمی کند، بلکه مقام و مرتبه انسان فروتن را بلند می کند و او را خداوند عزت می دهد. بعضی مردم چنین گمان می کنند که اگر صدقه دهند مالشان کم می شود. همان لحظه صدقه دادن کمبودی های خود را فکر می کنند که برای راهکرا، برای نان، برای این و آن پول درکار است که اگر صدقه کنم خودم محتاج می شوم. ولی این وسوسه های شیطان است که انسان را از فقیر و نادار شدن می ترساند، چطوری که خداوند در آیه 268 سوره بقره می فرماید: استعیذ بالله الشیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعیدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم. شیطان شما را وعده فقر و ناداری دهد و به کارهای زشت و بخل وادار کند و خدا به شما وعده آمرزش و احسان دهد و خدا را رحمت بی منتهاست و به همه امور جهان داناست. صدق الله العظیم. همچنین اگر با کسی درگیر شوند و بین آنها جنجال به وقوع آید، هرگز از خطاهای یکدیگر عفو و بخشش نمی کنند و گمان می کنند که اگر فروتنی نشان دهند و تواضع کنند و از خطاهای برادر مسلمان گذشت نمایند، قدر و منزلتشان پست می شود و خوار و ذلیل می شوند. گمان می کنند که اگر متکبرانه جواب او را ندهند ترسو و بزدل شمرده می شوند. ولی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند که هر بنده ای که به خاطر رضای خداوند تواضع کند، یعنی فروتنی و شکست حالی نشان دهد و متکبری نکند و از خطاهای برادرش گذشت نماید، خداوند عزوجل او را عزت می دهد و مقام و مرتبه او را بلند می فرماید.